بی ناموس و بی بار من کدام بی غیرت هسته مسجد من نبیاییتان. من از این تو مخلصی بی غیرت بیزار هستم. مخلصی که خدا رو محافظت کردن تانه، اسلام رو محافظت کردن تانه، پیغمبر رو محافظت کردن تانه به مسجد من نبیاد. ای بس برای مسلمان که در روپروش ایستاده خداش مذمت کند، پیغمبرش مذمت کند، دینش مذمت کند، به خاطر دانشجویی شده سکوت کرده شینیتان. این ای بس مقاله ها در گزید نویسید، و به سایت اینترنتی رئیس جمهور نویسید و مسلمان است و امام اعظم که تمام دنیا جار زده جشن گرفته، وقتی که خدا امام اعظم مسخره میکنه چی درکار با امام اعظم برای ما؟ بابایشان ما دانشجویانی، من دانشجویی به نام ناصر خسرو تاریخ و حقوق می باشند. در این فاکولته بعضی آموزگاران نه به خدا باور دارند و نه به دعا دوزخ و بهشت. در تعلیمشان به ما هر گونه دلیل ها آورده ما را گمراه می نمایند و هر گونه شک و شبهه در دل ما پیدا می شود. آیا در گردن روحانیان ما فرض نمی گردد که در برابر این معلم ها ما را محافظت کنند؟ ممکن است در همین دانشگاه خواندند. التماس همین جمعه جواب دهید. اندک باشد درباره وجود خدا. دادر عزیز آنقدر درباره مبدا و معاد، درباره وجود خدا، درباره هستی ملائکه ها و جنت و دوزخ ما صحبت های کرده هستیم که خیال میکنیم تو از این مسجد نیستی. اگر تو هر سال هر جمعه در این مسجد می بودی انشاءالله این گه سوال نمی دادی. در تمام موعظه ها ما در این باره صحبت داریم. مولا محمود جان صحبت دارن. خوب میشه اینجا نوارای زیاد هست. اگر رفت نداشته باشی نزد من بیا، من به تو این نوارها رو میتونی خودت گوش کن، به این معلم ها جواب گردون. خوب دادری از این تو هم کتاب بینی کن. تو هم خوب من میدانم شما آزادی نداره. در دانشگاه های ما چی در دانشکده های عالی باشد چی در مکتب های میانه شما دانشجویا آزادی نداره. برای که اگر شما گپ استاد گردانید اون معلم بی فراسته شما را چپ میگیرد، بها نمیگذارد، این وای از دانشگاه خارج میکند. شما میترسید از دانشگاه خارج شدن. بنابراین اگر شما ایمانی قوی داشته باشید 5-6 نفر تا دانشجوی ها از بالای این معلم برای رئیس جمهور نویسید، خوب به شورای علما نویسید. شورای علمای ما برای چی در کار است؟ برای خاطر رمضان تعیین کردن باشد، همه مسلمان ها خوشا میدونن رمضان کی می شود. برای زکات معلوم کردن باشد، همه مسلمان ها میدونن زکات چند مقدار است. شما به شورای علما مکتوب نویسید، اونها رفت در همون دانشگاه حق دارن با همون معلم مناظره کنند و شما را دین شما را محافظت کنند. برای کی در کار شورای علما وقتی که شما را محافظت کردند؟ بنابراین اگر امکانیت باشه دادر عزیز، همون دانشگاهی که تو میخوانی چی هنری خوب برای سیاست خوان مینوش، یکی هنری خوب نداشته باشد با یک دلیل های خوب اون معلم جواب شگردانو 3-4 حقارتی ملایم کنو پرتا برا سبکت و گیر برا دانشگاه پر رسادر عزیز. ای بس برای مسلمان که در روپروش ایستاده خداش مذمت کند، پیغمبرش مذمت کند، دینش مذمت کند، به خاطر دانشجویی شده سکوت کرده شینیتان. این ای بس مقاله ها در گزید نویسید و به سایت اینترنتی رئیس جمهور نویسید و مسلمان است و امام اعظم که تمام دنیا جار زده جشن گرفته، وقتی که خدا امام اعظم مسخره میکنه چی درکار با امام اعظم برای ما؟ بنابراین نویسید، به جناب عالی نویسید، به دستگاهش نویسید، به وزارت معارف نویسید. ببینید دانشجویای یونیورسیته لمناسوف به خاطر یک پروفسور احمق که حضرت عیسی را تنقید کرد همش به مدودوف مکتوب نوشتن، حتی تمام عنوانای علمیش مدودوف گرفت. و شما عزیزان من نه مکتب درست میخوانید، میبخشید اکنون، نه گزیته درست میخوانید، نه اخبارهای بیرونه رو تماشا میکنید.
باشه در همین باب مبدا و معاد درباره وجود هستی خدا آنقدر صحبت‌های ما زیاده. در این 10 سال باشه اگر قریب 100 نوار در همین باب ما صحبت داریم. خودت گیر گوش کن. یا مبدا و معاد که محمود جان پیشتر در گزیته‌ها برآورده بود چند مقاله پی در پی، اگر همون خوانده باشی او یک جواب دندان شکن است برای اون معلم بی‌سواد تو. والله این معلمای دانشگاهش بی‌سوادند، لیکن مع الاسف شما از اونها بی‌سوادتر کی هستی، برای همین دیگه جواب گرداندن نمیتونید. زورت نمیرسه با یک بلکه وایش نمیگم با فتنه میشه. و 5 6 10 نفر جمع شوی یا شبی تاریکی ده دست رو یا چیز پرتایی خاکستر بچه‌های عزیز. ای بس برای مسلمان، برای شما جوانای بی غیرت نفرتون میبیاد. والله که خدای من در پیشم تحقیق کنه من خاموش شینم. دیدیم در کنفرانسی من بوش چی کردم، ژورنالیست همه هم رنگی تو جوان بود. آخی زور نمیرسه با مناظره تپوشکه دیگه یک در دهنی معلم زده برا حضرتی کتابات حکایه میکنه. یک حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با مولا محمود جان صحبت من فراموش خاطرش نمیکنم. می رفتن در یک دشت، یک آدم کلانکنی دارد، جفت کردی ساده. حضرت عبدالله مبارک گذاشتن که یک دهقان جفتگی دارد، داوود شتی کلانکتی جفت کردی زد. شما را جوانای بی غیرت شما را میگون شبتی جوان مردی شد جفت کردی ساده. رفت گفت که همین جوان یک امتحان کنم و پیش جوان رفت، پیش دهقان رفت. او دهقان رنگ شما مسجد دیگه نبوده، صحرا بود و یادم پیش گفت السلام علیکم و علیکم السلام. جوان خوب گفت دهقانی داری شدگار میکنی؟ و آره شدگار میکنی. تو در اینجا که شدگار کنی از شهر دور، از علم و معرفت و از همه عقیب میمونی، با تو خدای خودت چی میشناسی؟ با حضرت گفتن یک امتحان شنیم کنیم. با گفت تو میدانی که این عالم هستی، این موجودات همش یک خالق دارد نام الله. جاره میدانم همین موجودات آفریدگارش الله هست. از کجا میدانی؟ گفت من همه یک پشت گوسفند گفت دلالت میکنه که همینجا که گوسفند گذشته است. گفت نجاست اشتر دلالت میکنه که به همینجا اشتر گذشته است، که اوی اثر همه اشتر است. این آسمان با این کهکشانهاش و این زمین با همه کندنیهاش آیا دلالت نمیکنه که یک خالق دارد، یک آفریدگار دارد؟ اگر است یک کس گوید که خدا دو تحصیل گویی با چون بعضی جنان که معلم شما با این جوان دانشجوی خوب خدا دو تصویر چی میگوید؟ بعد جوان کدمانش بردگوی کدمان این یک تا فرق سرش میزنه، فرق سرش دو بولک میشه خدا دوست میگو فگیرن. شما چه اینی همون دهقان یا غیرت کنه خیلی شما نزنه، اما شما دروش یا چی بیاید خیسته برامده رو بایکات کنید. همون درس آخر نمیمورید، همون درس بایکات کنید آخر با سردارای انیورسیت هستن، با بالاتر وزارت معارف هست، آخه الله جا میکشن. دسته که شما سکوت میکنید هیچی نمیگوید، او 100 بار اینجا کیدن میگیرد. من همین بعد این تحقیر میگن، این غلامی میگوین. همین اثر غلامی در همین جامعه ما مونده است. اینتلیجنت ها مانند غلامند، عالمان مانند غلامند، روشن فکران مانند غلامند، مردم مانند غلام که دیگه از حق خون ما طلب نمیکنیم. فقط تعریف از بالا گم میزنم، ما سکوت حقی گذاشتن نداریم. جناب عزیزان من بچه‌های خوب خودتان کتاب بینی بسیار کنید. امروز آنقدر کتاب ها زیاد در باب وحدانیت خدا، وجود خدا، اسلام و دلیل ها چاپ شده با خطی کردیم. اگر اونا را کنی خودت با وی مناظره میکنید. این آتئیست ها هیچ دلیل ندارند. اونها یک دلیلاشون هم فلسفه هاشون هم پوچ است. من شرمنده شدم امروز در تاریخ از اونها شرمنده تر دیگر کسی نیست. این معلومات از بیسوادی شما استفاده میبرند، منبر دستشان دست حالا همین در پای پوچشان میزنند. این اول بچه های به غیرت شوید، بی ناموس و بی غیرت. بار من کدام بی غیرت هسته مسجد من نبیاییتان.
من از این تو مخلصی به غیرت بیزار هستم. مخلصی که خدا رو محافظت کردن دانه، اسلام رو محافظت کردن دانه، پیغمبر رو محافظت کردن دانه و مسجد من نبیاره.